سلام، خیلی مخلصم. ارادت. عرض کنم خدمتتون که یک خاطره ای من دارم، میخوام اونو براتون تعریف کنم. در رابطه با یه برنامه‌ای بود که دعوت شده بودم، یه جنگی بود توی ورزشگاهی، اسمش یادم رفته ورزشگاه. 3-4 هزار نفر آدم بودن، ما هم دعوت شدیم مثلا به عنوان خواننده، یه سری چهره ها هم اونجا بودن. عرض کنم خدمتتون که دعوت شدیم اونجا، برنامه رو اجرا کردم و مردم خوششون اومد. خب دمشون هم گرم، تشویق کردن، گفتن ما دوباره براشون اجرا کردیم. برنامه تموم شد، من خداحافظی کردم، از آقای دهقانپور می‌خواستم خداحافظی کنم. یه چند نفر اونجا مثلا به اصطلاح بادیگارد بودن، چون خیلی خوب نمونده، ایشون رو مثلا لابلای جمعیت ببرین تا رایشون کنین و اینا. آقا اون موقع که داشتم میرفتم فکر کردم کسیم، فکر میکردم مثلا کسی شدم. البته من تنها بودم اون موقع، متاسفانه یا خوشبختانه من همیشه تنها توی اینجور مسائل، تا الان اینجوری بوده، ولی اینجا به بعدش ان شاءالله که نباشه. چه فیلمی مثلا بگیره براتون بذارم اینا نبوده که بخوام بذارم. فکر کردم کسیم، شده مثل روابطای الان، به یکی احترام میذاری فکر میکنه کسیه. البته هست، عزیز دل آدمه، من میدونی مثلا، حالا ما مثلا عزیزامو نمیگم، کسی که مثلا تو خیابون داره رد میشه رو میگم، این درد مشترک هممون داریم. بهش احترام میذاری فکر میکنه خبریه. و این احترامای بادیگاردی، من اسمشو میذارم، این احترامای بادیگاردی، من فقط دارم مثلا شخصیت خودم رو به تو نشون میدم. اگر بهت احترام میذارم، اگر با احترام باهات صحبت میکنم، دارم شخصیت خودم رو نشون میدم. اگر کسی با من با احترام صحبت کنه، من خیلی چاکرشم، یعنی خیلی با احترامتر از اون صحبت میکنم، نه اینکه بخوام مثلا حرکت یکی مثلا اینجوری اخمش اونجوری میکنه تو هم رد میشه و میره. یکم هوای همدیگه رو توی جامعه داشته باشیم، یکم مهربونتر باشیم با همدیگه، یکم بیشتر همدیگه رو دوست داشته باشیم. به خدا خیلی مهمه. من تا جایی که بوده مخلص همه بودم، همه میدونن که حالا یه بحث فلسفی هم داره، نمیخوام واردش بشم. خیلی مخلصیم، یکم حواسمون به این مسائل باشه. امیدوارم که از این یکی ویدیو خوشتون بیاد. ضمن این هم چیزه، ماه گرفتگیه، این همیشه با من. خیلی شاکرم، خدا نگهدارت.